سلام دوستای نازنین، امیدوار هستم در هر گوشه و کنار هستین تو خوب خوشحال و سر حال باشین. بازم خوش آمدین به یک ویدیو دیگه. ما دوستای نازنین امروز میخوایم که بریم بخیر طرف کلاب، چون اینجا اوقات بیکاری زیاد داریم دوستا. میخوایم بریم کمی ورزش کنم. ورزش وقت برای صحتمندی و شادابی خیلی خوب است. بر شما پیشنهاد میکنم که همیشه هم تو ورزش کنین تا جوان بمانین. دوستا یک روز پیش همین ساحه و منطقه را زیاد گشتم تا کلاب پیدا کنم و بالاخره پیدا شد و امرایشان گپ زدم که ما بخیر فردا می آیم. اما حالا حرکت کردیم میریم طرف کلاب. آب و هوا نسبتا بسیار خوب است و فاصله کلاب تا خانه ما 10 دقیقه است. بالاخره دوستا آمدیم و رسیدیم در کلاب. کلاب ما هم در این ساختمان است و رفتیم تا داخل کلاب شویم. وقتی داخل کلاب شدیم آمدم سعی کردم که اینجا اینا بسیار نام خدا یک چند نفر هم اینجا پر انرژی و در حال ورزش کردن است و بین خود قسم میکردن و شوخی میکردن و ما هم نمیفهمیدم که اینا چی میگن، چون زبانش واقعا نمیفهمم، چون اینا انگلیسی حرف نمیزنن. دوستای نازنین اینا هم در حال ورزش کردن بودن و کاکای دیگه هم که در وسط بود نام خدا حرکتش کم انجام میداد، بسیار هم تو با روحیه بالا و پر انرژی و اینا بسیار یک مردم خوب و همچنان یک مردم بسیار آرام و مهربان هستن و بسیار مردم با انگیزه هستن. وقتی از اینجا آمدم این طرف ترسایی کردم که اوهو نام خدای استاد بسیار با انگیزه این دخترها را تمرین میداد، خودشان بسیار روحیه بالا داشت و واقعا مرا بسیار خوشم آمد. دیگه اینا را در حال انجام دادن این تمرین بودن و هم دیگه انجام میدادن تمرین را و فکر کنم یک تمرینی چربی سوز است. وقت با هم دیگه بسیار با انرژی با یک روحیه بالا و هم چیکار میکردن تمرین میکردن که وقت مرا خوشم آمد. گفتم چقدر اینا با روحیه هستن. اینا گفتن همان دوستا که مردم بسیار یک مردم آرام مهربان و همچنان بسیار یک مردم پرتلاش هستن، خیلی زحمت میکشن در هر بخش که هستن، و چی ورزش باشه چی بخشای دیگه باشه خیلی کار میکنن. همین صحنه بود که مرا خوشم آمد و گفتم بیا دیگه زیاد استاد نشیم، بریم خودمون شروع کنیم ورزش کردن. آمدم دوستا ماشین دویش روشن کردم و گفتم بیا که یک ذره نرمیش کنیم تا بدن آماده شوه و ورزش خودم هم چیکار کنم شروع کنم آهسته آهسته. یک ذره سرعت ماشین دویشم بالا کردم، گفتم که کم کم دیگه دویش شروع کنم. همین صحنه بود که استاد دیگه بعد از دویش مرا صدا کرد و این وسایلگم اینجا ماند، گفت بیا که بخیر شروع کنیم. اول خودش یک چند حرکت تم تو رفت، گفت من باید به این سیستم حرکت بری، پایت بالای زوبانی و حرکت کده بری دیگه نمیت انجام داده بری ورزش را. چندین حرکت این تو حرکت دومش بود، گفت این حرکت انجام بیتی و ما هم در حال ویدیو گرفتن بودم ازش، فکر خود گرفته بودم که دقیقا مت برم. یه حرکت سومش بود و حرکت ها را من انجام دادم. حرکت سوم از ویدیو گرفتم، حرکت سوم هم بینی سیستم انجام داده رایی بود که ویدیوم یه حرکت هم انجام دادم تا بالاخره ویدیو رو خودش دادم و اینه دیگه ما هم در صحنه آمدم. دوستا میبینین خیر از روز اولم است، شاید قدر فیکس انجام دادن نتونم حرکت ها را، اما از یک صحنه خودم ویدیو گرفتم، گفتم که خیر است تا روزهای بعدی خوب میشه. یه حرکت که انجام دادم ست تکمیل شد و استاد شروع کرد با یک چوبک حرکت دیگه. یه حرکت ها دوستا کلش فکر کنم حرکت های چربی سوز است و آماده میکنه، حرکت های فیتنسی است، نرمشی است، باید اینا رو انجام بدیم. این دو حرکت هم تو برای ما نمایشی انجام داد، برای ما نشان داد که بینی سیستم باید حرکت ها رو چکار کنین انجام بدین دقیق. خودش یک چند حرکت رفت تا بالاخره نوبت ما رسید. اینه دیگه دوستا این نوبت ما است و من انجام دادم میرم و حرکت ها را تا که خوب یاد بگیرم. دال انجام دادنش هستم همونطوری دوستا، دیگه قدر فیکس انجام دادم نمیتونم. خب بازم خوب است، روز اول است، وقت مانده شده بودم چون مانده می ساخت آدم را و مانده راست کردن همیج نمیماندی. استاد یک سرم کار کرده رایی بود و میگفتم تو خوب سرت فشار بیار تا آماده شوی. و حرکت خلاص شد، حرکت بعدی است، میگن یه حرکت انجام بیتی. 3 نفر هم همزمان یک جای ما رو تمرین میته
یعنی دوتا پارتنرهای ماست که در اینجا تمرین کده رایستن با ما یک جایی. این دوستان نوبت ما رسید. من بقدر خوب است انجام دادم، میتونم زیاد انجام دادن، نمیتونم سریع و بریم گفت آیسته آیسته انجام بیتی، اما 3 تا کامل و تکمیل باید انجامش بیتی. تا نوبتی مرحله بعدی رسید یا حرکت بعدی است. حرکت هم برای ما نشان داد که باید بین سیستم حرکت انجام بدیم. واقعا حرکت های ثقیل بود. دیگه شروع کردیم یه حرکت هم انجام دادنش. نوبت ما رسید این بار. خوب است دوستا انجام دادم، میتونیم قدر زیادم نه. روز اول است دیگه، خیر است هرچی روز اولش یک ذره چون بدن آماده نیست و سخت است دیگه، تا آیسته عادت کنه بخیر. این صحنه بود دوستا که خیلی مانده شده بودم وقت دیگه. باز گفتیم یک ذره وقفه بگیرم، اجازه گرفتم یک چند ثانیه اجازه بریم داد، دیگه اجازه نداد و گفت حرکت شروع کنین حرکت های بعدی را که اینجا یک چند حرکتی پلانگ شروع شد و حرکت های برای شکم است اینا دیگه. می حرکت هم انجام دادم. بعد یه حرکت شروع کردم، یه حرکت هم انجام دادم. خلاص همین حرکت های متفاوت بود، سرم زیاد حرکت ها انجام دادم. اینجا کار کرده رفتیم که تا واقعا در این صحنه فشار زیاد آمده بود چون مانده شده بودیم دیگه. وقت فهمج نمیداد برای ما، یک سر کار کرده رایی بود که میگفت خب فشار باید وارد شود. تا آیسته آیسته بالاخره با پایان رسیدیم و حرکت های شکم شروع شد و خود استادم اینجا آماده شد که حرکت شکم برای ما نشان بده که از کدام حرکت شکم انجام بدیم. و این صحنه بود فکر کنم برایش زنگ آمد، چه رقم شد و تلفن گرفت و مصروف تلفن شد. بعد این صحنه شروع کرد حرکت شکم برای ما گفت، یک چند حرکت شکم هم برای ما نشان داد که با این سیستم باید حرکت های شکم را انجام بدیم و همین حرکت شکم را انجام دادم دیگه. برای ما گفت شروع که حرکت انجام دادم. یه حرکت بعدیش بود، یه حرکت هم انجام دادم. حرکت های شکم واقعا زیاد سرم فشار آورده بود و در این صحنه خیلی مانده شده بودم و یک بار ویدیو رو گرفت گفتم از خود بگیرم ویدیو دیگه. این صحنه بود که استاد گفت نه وقفه را پس کو و یال وقفه نگی، شروع که حرکت بعدی رو شروع کردم و یه حرکت هم واقعا خیلی ثقیل بود، فشار وارد میکرد. انجام دادیم، یه حرکت هم انجام دادیم. یه حرکت پلانگ است دیگه، واقعا چربی سوزی بالا داره. ایرم برای یک چند دقیقه گرفتم و حرکت های کششی بود و بالاخره حرکت های کششی خلاص شد و استاد گفت دیگه اینال خلاص هستین و ما از یک تشکری کردم و گفتم والا خانه آباد خوب شد که خلاص شد، اگر نه نفس ما کم مانده بود بور شود دیگه. از همینجا خلاص شدیم و دوستا گفتم یک ذره ماندگی رو بگیرم. از این دیسکای شکر است تکان میتیم، دست چربی سوز است. یک استاد دیگه بود گفتم من میره بریم آماده کنم، درجهش بالا که درایی بود که من استاد شدم و یک چند دقیقه هم اینجا ماندگی رو بگیرم، هم یک ذره از این شکر استفاده کنم. این دست چربی سوز است دوستا. خب دوستای نازنین همین تا آیسته تمام شد و ما از کلاب با استاد خداحافظی کردیم و از کلاب برآمدیم. گفتیم بریم طرف خانه، حرکت کردیم طرف خانه. واقعا زیاد مانده شده بودم، اینو میبینین که راه گشتن نمیتونم. همینطور رفتم طرف خانه آیسته دیگه. هنوز ما به هوا نسبتا خوب است، گرمی نیست، خیلی یک آب و هوای خوشایند است، اما هیچ بیروبار نیست دوستان. این منطقه که میبینیم این تو یک نفرم 4 بغل است دیگه، کس نیست. در اینجا رسیدم. اینجا این خالگم فکر کنم سرکار جارو میکرد، کاکای دیگه هم در پیش روی است دیگه. پاک کاری کرده بود، پاک کاری کرده میرفت بسیار زیاد
دیگه اینم هم آیسته آیسته رسیدم و پیش دروازه هستم دیگه. من ای خانه ما در اینی منطقه است دوستان. نمیفهمم نگهبان ما امروز در کجا رفته. دروازه را تو باز مانده، هیچ نیست اینجا. باش اینی طرف سعی کنیم که نیست. نه دیگه هر دو طرفش نیسته. نمیفهمم کجا رفته کجا نرفته. دیگه اینجا خود دیده نشد. خب دوستای نازنین رسیدیم اینجا. یک ویدیو از خودم گرفتیم، وقت مانده زیاد شدیم. همراهتان خداحافظی میکنم تا ویدیوی بعدی. شما رو به خداوند یکتا میسپارم. دیگه همیشه خوش و خندان و سر حال باشین و منتظر ویدیوی بعدی ما باشین.